خدا با تقدیم سلام و خسته نباشید خدمت همه شما شاگردای عزیز. خدا کنه همتان خوب و صحتمند باشید. شاگردای عزیز، امروز یک درس جدید از مضمون ریاضی صنف دهم میخوانیم. درس ما درباره واریانس هست، شامل صفحه 377 و 378 کتاب ریاضی صنف دهم. از همه شما خواهشمند هستم کتاب هایتان را باز کنین، دقت داشته باشین. موضوع درس امروز را ما روی موضوعاتی مرتبط با واریانس بحث میکنیم. شما با خود واریانس آشنا خود شدین، با فرمول های واریانس و همچنان با فرمول اوسط در درس امروز آشنا میشین و باید بتانین که سوالاتی که از شما دریافت واریانس را خواسته بتانین که حل کنین. شاگردای عزیز، قبل از اینکه ما بیایم بحث را روی واریانس شروع کنم یا هم برای شما فرمول نوشته کنم توضیح بدم، اول میخوایم برای شما مفهوم همین واریانس را برسانم از طریق یک مثالی که خیلی ساده هست. اگر به شما یک مثالی بتم، فکر کنین جای میرین به خاطر تفریح و اونجا یک حوض آب هست، شما میخواین در این حوض آب شنا کنین اما یک شنا کننده خیلی ماهر هم نیستین، قبلا تجربه داشتین ولی اونقدر زیاد نه که بتانین بسیار حرفه‌ای شما شنا کنین. اما یک موضوع اینجا وجود داره، پیشتان ترس ایجاد میشه که آیا میتونین در همه جاهای ای حوض شنا کنین، با وجود از اینکه بر شما گفته میشه ای حوض تفاوت بین هر قسمتش وجود داره. یک قسمت از نظر عمق زیاد هست، یک سایه هم هست که از نظر عمق کمتر هست. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. مثلا اگر برای ما گفته شود، ببینیم من براتون همین مثال را نوشته میکنم، عنوان را نوشته کردم واریانس. به ادامه همین موضوع میگیم که اگر یک حوض را در نظر بگیریم، حوض آب هست به خاطر آب بازی یا شنا، در یک قسمت خود عمق همین حوض به 1.5 متر میرسه، یک ساحه دیگه عمق به 2.5 متر میرسه. شاگردای عزیز، اگر شما شنا را هم خیلی ماهر نیستین، چرا باید قبل از آغاز شنایتان محاسبه کنین یا ای که دربارش معلومات داشته باشین تا ای که بفهمین کدام قسمت ها برای شما خطر هست که ممکن همین شنایی که شما انجام میتین یک نتیجه بدی در پیش داشته باشه. همین قسمت شما اگر دقت کنین، ما میایم به عمق دقت میکنیم. عمق امی حوض تفاوت داره، یک ساحه با ساحه دیگه فرق داره. اگر عمق همه یک حوض 1 متر یا 2 متر باشه، ما به سادگی میتونیم که این موضوع را درک کنیم. شاگردای عزیز، ما باید از محاسبات ریاضی استفاده کنیم که برای ما نشان بده که ما کدام قسمت را به خاطر شنا انتخاب کنیم. همین محاسباتی که انجام میشه پراگندگی را در ساحات مختلف بر ما نشان میده تا اینکه ما پی ببریم کدام قسمت به چه شکل می باشه و عمق چقدر تفاوت وجود داره. من بیشتر روی این مثال بحث بر شما نمی کنم، چون بحث ما روی حوض و ای که چطور میتونیم محاسبه کنیم و یا پاش نیست. فقط این مثال من به خاطر ازی بر شما گفتم که مفهوم واریانس را درک کنین که با زندگی روزمره ما همچنان تطابق داره و بعضی از حالتهای پیش میآید که ما نیاز داریم که همین قسم یک موضوع را دریافت کنیم، پراگندگی را بتانیم در همون دیتای داده شده به دست بیاریم و از واریانس کار میگیریم. شاگردای عزیز، در بحث واریانس چند چیزی که مهم هست که اول باید شما با اوسط آشنا باشین. دیتای داده شده من چطور میتونم اوسطش پیدا کنم. برای اوسط ما یک فرمول داریم، من بر شما فرمول را نوشته میکنم، شما دقت کنید شاگردای عزیز. اولی که ما اوسط با اکس نشان میتونم که سرش این قسم یک خط است، این را میخوانیم اوسط. اوسط ما مساوی هست به همین فرمولی که ما از او استفاده میکنیم در حل سوالاتی که ما به ما داده شده و مرتبط به واریانس هست. اول اوسطش رو پیدا میکنیم به خاطری که در خود فرمول واریانس ما از اوسط کار میگیریم.
پس قدم اول به خاطر حل سوالات مرتبط با واریانسی هست که شما بیاین اوسط پیدا کنین. وقتی اوسط داشتین او وقت فرمول واریانس نوشته میکنین و بعدا به جای خود همین اوسط میاین قیمتش رو وضع میکنین. فرمول اوسط برای ما چی میگم؟ شما دقت کنین شاگرد عزیز. فرمول اوسط قسم هست که من اینجا یک علامه دارم. همین علامه را ما به نام مجموعه میخوانم. پس بعد از این زمانی که ما از همین علامه استفاده کردیم یعنی مجموعه را بحث میکنیم. اینجا ما دارم XI به ما چی را بحث میکنن شاگرد عزیز؟ ما XI را میگم دیتایی که برای ما داده شده ممکن 5 عدد باشه، ممکن 10 عدد باشه. هر کدام را که من جداگانه در نظر بگیرم او را میایم یک XI قبول میکنم. یعنی X1 X2 X3 X4 من نوشته کردم میتونم. اگر من داشته باشم دیتای X1 X2 X3 X4 یعنی اگر دیتای ما باشه 2 7 6 3 4 من وقتی تعداد همین دیتا را حساب میکنم او تعداد را میگم عبارت از n هست و هر کدام را میگم x1 x2 و x3 هست به ترتیب و xi هم برای ما مجموعی همه اینا را نشان میده که هر کدام جداگانه اگر ما در نظر میگیرم. پس به جای xi ما x1 وضع میکنم، به جای xi ما x2 وضع میکنم، به جای xi x3 و x4 و 5 وضع میکنم به مو اندازه ای که تعداد دیتای ما هست. خود تعداد دیتا را هم به n نشان میتم. اما اینجا یک موضوعی که میمونه همین علامه مجموع هست. علامه مجموع چی به کار ما میآید؟ ما به خاطر از علامه مجموع استفاده کردم چون با ما گفته شده مجموعه xi یعنی هم x1 هم x2 هم x3 تمامش با هم دیگه یک جا بساز. وقتی از علامه مجموعه ما استفاده کردم فهمیدم که همین مجموعه به چی معنا؟ به معنای حاصل جمع. پس ما هر کدام دیتا را جداگانه در نظر گرفته با هم دیگه جمع میکنم و او را تقسیم میکنم بالای تعدادشان. در این شکل ما میتونم که اوسط یک دیتا را پیدا کنم. بر شما سوال کار میکنم که اوسط دیتا را پیدا بتونین، بعدا میایم روی واریانس هم بحث میکنیم. اگر برای ما دیتای داده شده به این شکل باشه 5 7 9 و 11 دیتا برای ما داده شده. ما فعلا اصلا نمیخوایم برای این سوال قسمی بگویم که مرتبط به چی هست یا ما میخوایم واریانس پیدا کنم. شما فکر کنین این دیتا فقط به خاطر امی هست که ما میخوایم از روی این دیتا اوسط را دریافت کنیم. بحث ما روی هیچ موضوع دیگه هم بدون اوسط نیست. شاگرد عزیز اول از همه من دیتا رو خوب مطالعه میکنم. میگم دیتای ما چند عدد هست؟ 5 7 9 و 11. تعدادش وقتی من حساب میکنم n ما مساوی میشه به 1 2 3 4. من میگم تعداد دیتای ما 4 عدد هست. حالا اگر ما میخوایم هر کدام جداگانه در نظر بگیرم هر کدام از دیتای ما به ترتیب x1 x2 x3 و x4 هست. و حالا شاگرد عزیز اگر من میخوایم اوسط را پیدا کنم فرمول اوسط را نوشته میکنم. میگم فرمول اوسط برای ما ارائه میکنه مجموعه xi تقسیم n. اینجا i گفتم مساوی به 1 یعنی اولین دیتای ما یا یک قسم براتون میگم i مساوی به 1 به معنای چی هست؟ به معنای x1. i مساوی به 2 x2 x3 x4 n ما را هم خواهیم میفهمیم که مجموعه ما هست. یعنی همین مجموعه برای ما چی را راه میکنه؟ از i1 تا هر قدری که n باشه تا انوم تا مجموعه انوم ما باید در نظر داشته باشم. من میام شاگرد عزیز بر شما با ادامه از این نوشته میکنم. اوسط را میخوایم پیدا کنم. در صورت دارم مجموعه xi یعنی x1 5 جمع x2 7 جمع x3 9 جمع x4 11. اگر از شما بپرسم چرا در حالت جمع اینا رو گرفتم دیگه باید شما بفهمین دلیلش هست که اینجا علامه ای که داریم علامه مجموعه است. مجموعه xi همش را به همین خاطر ما در نظر گرفتم و میایم تقسیم میکنم اینا را بالای تعدادشان 4 هست تقسیم 4 میکنم. با هم دیگه جمع میکنیم شاگرد عزیز. 11 جمع 9 20 20 جمع 7 27 27 هم جمع 5 میشه 32 تقسیم 4 1 4 4 8 4 32. من میگم اوسط ما مساوی هست به 8
ایره هم حلقه میکنم، در کنار کتابچه نوشته میکنم. زمانی که واریانس میخواستم پیدا کنم، باز وقت دیگه از همین اوسط استفاده میکنیم. پس قدم اول به خاطر پیدا کردن واریانس در هر سوالی هست که ما باید اول اوسط داشته باشیم. بعد از اینکه ما اوسط داشتم، میایم روی موضوع درس ما بحث میکنیم که واریانس هست. شاگردای عزیز، در کتاب شما درباره واریانس خیلی بحث زیادی را پیش برده. ما از همه اونا صرف نظر میکنیم به خاطر از اینکه یادگیریش اصلا به شما نیاز نیست. باید چیزی که از درس امروز شما برداشت میکنین این باشه که فرمول واریانس چی هست تا که بتونین سوالات حل کنین. از شما همیشه خواسته میشه که واریانس دیتا را پیدا کنین. اول اوسطش پیدا میکنین، بعداً به خاطر پیدا کردن واریانس کاری که انجام میتین چی هست شاگرد عزیز؟ این است که شما باید فرمولش یاد داشته باشین. میایین و قیمت ها را در فرمول وضع میکنین، دیگه دریافت واریانس مشکل نیست. اول ما میخوایم بر شما یک موضوع را بگویم. ما واریانس به اکس مربع نشان میتم. میگم اس مربع مساوی هست به فرمولی که ما داریم با دو شکل متفاوت میباشه. این قسم براتون ساده تر میگم. واریانس دارای دو فرمول هست. شما میتونین هر کدامش که خودتان انتخاب میکنین ده همو سوالا حل کنین. ما بر شما شماره میزنم. فرمول اول واریانس اس مربع را دارم. اینجا میایم از مجموعه استفاده میکنم، یعنی مجموعه اینجا هم به کار میره. آی ما مساوی به یک دیگه شما فهمیدین که منظورش چی هست. این را هم مجموعه تمام دیتا هست. اینجا ما داریم x آی شاگرد عزیز و یک مربع هم داره. در مخرج هم n داریم. به ادامه از این هم ما دارم منفی اوسط که مربع باشه. شاگرده عزیز این را میگم فرمول اول واریانس هست. شما فهمیدین واریانس اس مربع نشان میتیم. ما شما اینجا میگم اس مربع مساوی به مجموعه x آی مربع بر n منفی اوسط مربع. یعنی اوسط داشته باشیم تا ای که بیایم در اینی قسمت اوسط وضع کنیم. من روشن میکنم بر شما اوسط که اوسط پیشتر گفتیم از کدام فرمول به دست میاد. x آی چی هست؟ x آی یعنی x1 یعنی x2 یعنی x3 هر کدام جداگانه. مربعش چی هست؟ یعنی وقتی x1 x2 x3 x4 را در نظر گرفتیم مربع بسازش. اینجا هم وقتی اوسط را در نظر گرفتیم مربع بسازش. با توان 2 باید نوشتش کنیم. n چی میگه اینجا؟ n برای ما ایره میگه که همین تعداد دیتای ما چند عدد هست. آی مساوی به 1 الی n به این معنا که آی مساوی به 1 اولی رو شروع میکنی، بعدا دومی را، سومی را، چهارمی را، همه اینا رو مجموعهشان هم میکشیم. مجموعه ای که مربع شده. فراموش نکنید شاگرد عزیز، هم بحث روی مجموعه است به خاطر همین علامه و هم روی مربع است به خاطر که x آی ما مربع داره. تقسیم تعداد دیتا میکنیم. تعداد کل دیتای ما چقدر هست؟ آیا 5 تا دیتا داریم، 10 تا دیتا داریم، 20 تا دیتا داریم؟ در این نوشته میکنیم. منفی خودش در فرمول اوسط را هم نوشته میکنیم، مربع میسازیم. اگر میگن اوسط از کجا میشه، اوسط را با شما در سوال نمیته. اوسط را شما باید پیدا کنین از فرمول پیشتر. ما چه میکردیم در فرمول پیشتر؟ تقریبا به همین شکل پیش میرفتیم، فقط این مربع را نمیگرفتیم. x آی بر n مجموعه همه دیتا را در صورتی که در حالت جمع با هم دیگه در نظر گرفتیم تقسیم بر تعداد کلش میکردیم. اوسط به دست میامدیم در این فرمول وضع میکردیم، مربع میساختیمش و اس مربع یا واریانس به دست میامد. این را میگیم فرمول اول واریانس. شاگرد عزیز روی فرمول دوم واریانس هم بحث میکنیم. فرمول دوم واریانس را باز هم به اس مربع نشان میدم. میگم باز هم حالت کسری داریم، مخرج هم هیچ تغییری نداره از پیشتر. همون قسم n میگیرم مخرج را، علامه ما را هم که مجموعه بود خودش را میگیرم، آی مساوی به 1 و n را خودش را نشان میکنم. اینجا تغییری که میایه او زمان میگرفتم x آی مربع باز یک منفی x مربع را هم بیرون از همین کسر ما قرار میدادم. حالا او را بیرون از کسر قرار نمیتیم، با هم یک جا در نظر میگیریم. میگم x آی منفی همین اوسط کل مربع. کل مربع به چی معنا؟ یعنی اول همون دیتایی که وجود داره رو نوشته کو، دیتای اولی x1 نوشته کو، منفی اوسطش بساز. منفی که ساختی مربع بسازش. چه قسم؟ ببینین شاگرد عزیز، این موضوع برای ما گپ میگه که شما چی باید کنین؟ شما
نوشته کنین x1 منفی اوسط کل مربع. باز مربعش جمع کنین. چرا جمع کنیم؟ چون علامه ما علامه چی هست؟ علامه مجموع هست. همراه با x2 منفی اوسط کل مربع جمع x جمع xn بر خود n. این را میگیم عبارت از فرمول دوم واریانس هست. شاگردای عزیز تفاوتش در این هست که اونجا ما جداگانه اوسط بیرون قرار داده بودیم، اول مربع می ساختیم، اوسط مربع می ساختیم. اینجا این کارا نمیکنیم. اینجا میایم خود دیتا 1 2 3 هر قدری که ما x داریم، هر قدری که دیتای ما هست، هر کدوم جداگانه در نظر گرفته با اوسط در حالت منفی قرار داده، تفریق میکنیم، مربع میسازیمش، بعدا میایم جمع میکنیم با دیتای دومی، به همین شکل دیتای سومی چهارمی تقسیم میکنیم بالای کل دیتا که هر قدر تعدادش هست با اون تعداد تقسیم میکنیم. در این صورت ما میتونیم واریانس به دست بیاریم. شاگردای عزیز شما میتونین از هر کدام از این فرمولایی که براتون ساده هست استفاده کنین. من سوال امروز بر شما کار نمی کنم به خاطر از اینکه همین فرمول ها کمی جنجالی هست. شما فرمول ها را امروز یاد بگیرین، فرمول اوسط را یاد بگیرین. روز بعدی ما باز هم درباره واریانس بحث خواهد کردیم و سوالات کار میکنیم که شما دیگه با واریانس مشکل نداشته باشین. حالا امیدوار هستم درس امروز را یاد گرفته باشین. شما درس تکرار میکنین، کارخانگیتان هم همین هست که تمام موضوع را یک بار دیگه پیش خود کار میکنین، هم اوسط و هم واریانس. از کدام فرمول ها به دست میاد در کتابچه‌تان نوشته کنین و روز بعدی با خود بیارین. شاگردای عزیز تا درس جدید و موضوع جدید همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.